80 سال یا بیشتر و کم روس‌ها سرزمین امت اسلامی مشکم خود انداخته بودند. درست. علما را شهید کردند، کتابا را سوختاندند، همه کاری که از دستشان کرد، زبان از بین بردند. درست. خب یک نسل آمد رفت، دیگه نسل آمد رفت، نسل سوم آمد. اگر در اینجا جهل قبول نکنی، خب بیخی مردم را کشیدی. اگر در اینجا تجدد قبول نکنی، قدم ها را قبول نکنی، خب توی ملت تمام برباد میکنی. و فقط اما میفهمن لا اله الا الله محمد رسول الله. و ما وقتی که اونا را دیدم بعد از فهمیدم که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قال لا اله الا الله دخل الجنه. خب یا نسل آمد رفت یا نسل آمد رفت نسل سوم. اگر در اینجا جهل قبول نکنی بیش مردم را کشیدی. اگر در اینجا تجدید را تجدد قبول نکنی، قدم ها قبول نکنی، خب توی ملت تمام برباد میکنی. و فقط اما میفهمن لا اله الا الله محمد رسول الله. و ما وقتی که اونا را دیدم بعدش فهمیدم که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قال لا اله الا الله دخل الجنه. حالا به دیگر از شبهات کوچک اونها و مانند عنکبوتی که پوف میگوید نابود میشد میرویم. حدیث دیگر را مرجع دلیل میآورند و میگویند که انسان اگر فقط انسان لا اله الا الله بگوید مسلمان است، اگرچه کفر و شرک را بکند هم داخل جنت می شود. لا اله الا الله کافی است میگن. حدیث را میآورند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت میشه. یعنی در اینجا میگویند که پیامبر گفتن لا اله الا الله گوی داخل جنت میشه. شرک اگر نکنید، اگر شرک ترک کنید، نگفتن از این که شرک اکبر کنید هم لا اله الا الله گوید مسلمانید. اعوذ بالله من ذلک. ما میگوییم که ای مرجئه های جهلا در یک باب همه حدیث ها را جمع بکنید. منهج اهل سنت همین است که در یک باب همه حدیث را جمع میکنند. اگر به گفته شما نظر بکنیم در بابی مثلا غسل کردن بعد از جماع کردن بزن 2 حدیث آمده است. پیامبر در وقت مکه بودن میگفتند که هر کسی که بزنش علاقه جنسی بکند آب مردیش نبراید، اگر فرج مرد به فرج زن داخل شود هم علاقه جنسی کند و آب مرد بیرون نشود یا آب زن بیرون نشود، آب منی، غسل واجب نمیشه. این حدیث است. اما این حدیث منسوخ شد در مدینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا التقى عسیله بالعسیله، اگر فرج زن و فرج مرد به هم دیگر کمی نوک به نوک داخل بشود چی شد؟ غسل واجب می شود. و این لم ينزل ما، اگرچه آب مردی یا زنی نبراید، آب منی نبراید هم غسل واجب میشه. یعنی حدیثی دیگری آمد، حدیثی گذشته را منسوخ کرد، حدیث تغییر یافت. پیامبر در اول امر زیارت قبر را حرام میکردند و بعد از مدینه آمدن گفتند کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، منسوخ شد. و لا اله الا الله در اول اسلام بود که احکام وجود نداشت و در همون اول اسلام هم پیامبر گفتند حدیث ابو بلتعه. پس حدیث ها رو باید شما جمع بکنید. در باب لا اله الا الله حدیث ها زیاد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از ابی بلتعه رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام مسلم روایت میکنه که من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید تمام است. نه، بعد از این اگر کفر به طاغوت ورزد. کفر به طاغوت چیست؟ ترک شرک و ترک مشرکین. کفر به طاغوت ترک شرک است. ترک شرک است. و بارک الله فیکم کفر به طاغوت بکند بعد از این در امان است. و بعد از این در بارک الله فیکم خون مالش در امان است. تو این مشرک است. اگر لا اله الا الله بگوید و کفر به طاغوت نورزد مشرک است. پیامبر گفتند من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه، صادقا من قلبه دخل الجنه. من قال لا اله الا الله و یعلم، هر کسی که لا اله الا الله میگه و میداند و الله گفت که فعلم انه لا اله الا الله و بدون که نیست معبود برای بجز الله و الله آشکار گفت که الذين يعلمون الذين يشهدون بالحق و هم يعلمون، اونهایی که شهادت به حق میدن در حالتی که میدانند. چرا شما تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض؟ و بعضی از کتاب و سنت ایمان میآورید و به بعضیش کفر می‌ورزید؟ چرا آیات های کفر به طاغوت و حدیث های کفر به طاغوت را کفر می‌ورزید؟ چرا شروطی صحت لا اله الا الله که در حدیث 3 و آیات ها آمده است کفر می‌ورزید؟ هر کسی که لا اله الا الله بگوید و عمل نکند کافر است و لا اله الا الله به او فایده ندارد. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و شرط و شروطش رو به جان آورد، حسابش رو حقش رو به جان آورد، چه که در حدیث متفق علیه آمده است. ابوبکر صدیق میگن
حقش رو به جا نآورد کافر است. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و توحید رو ترک بکند و شرک اکبر واقع شود کافر است و مشرک است. در مسائل اصول دین ظاهر به مجرد شرک اکبر و کفر اکبر رو کردن مشرک گفته می شود. و شبهه دیگر اینها این است که حدیث حذیفه بن الیمانی را که می آورند که در آخر زمان آمده است، ان حذیفه بن الیمانی مرفوعا يدرس الاسلام كما يدرس حتى لا يدري ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه ولا اسراء على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه آیه. یعنی در آخر الزمان یک حادثه میشه. در آخر الزمان حادثه همین چنین میشه که انسان های می آیند که نماز رو نمیدانند، روزه رو نمیدانند، حج رو نمیدانند، صدقه رو نمیدانند، کتابش رو الله از بین امت میبردارد به آسمان، سنت رو میبردارد. در روی زمین نه قرآن است نه سنت است، در دلهای مردم نه قرآن است نه سنت است، فقط آنها یک کلمه رو میدونند. ادرکنا آباءنا على هذه الكلمه، ما پدرهای گذشتهمون رو دیدیم که همین کلمه رو میگفتن لا اله الا الله فنحن نقولها. پدرهای گذشته ما لا اله الا الله میگفتن، ما هم میگوییم. معنای لا اله الا الله رو میفهمیدن، کفر به طاغوت داشتن، شرک رو انجام نمیدادن و اینها در آخرت جنت میروند. ولی این حدیث برای مرجئه هیچ حجتی نیست. این حدیث برای مرجئه هیچ حجتی نیست، برای اینکه این حدیث چی است؟ بارک الله فیکم. این حدیث در آخر الزمان است. آخر الزمان چهلی که در اول اسلام است به مانند همین است. چهلی که در اول اسلام یک کسی بیاید و 10 سال اول اسلام لا اله الا الله بگوید، معناش رو فهمد، شرک رو ترک کند، مشرک رو مشرک بگوید، دیگر عملی نیست. نماز نبود، فرض نبود، روزه نبود، حج نبود، حجاب نبود، زکات نبود، هیچ چیزی نبود. و هر کسی که وفات کرد داخل جنت به مانند یاسر پدر عمار، به مانند سمیه پدر مادر عمه، اینها عمل نکردن اما عملشون در اصل فقط لا اله الا الله کفر به طاغوت. آخر زمان هم همچنین میشه. با اونها قرآن نمیرسد، سنت نیست، قرآن نیست، هیچ چیزی نیست، فقط توحید، اصل توحید است، لا اله الا الله است. این دلیل نیست، این حجت نیست، زیرا که اصل توحید رو اینها دارن. یا حدیث بطاقه را حجت می آورند. در روز قیامت یک بنده می آید که 99 سجل دارد، 99 یعنی بگویم ملف دارد. هر ملفش، هر دیلهش، هر دفتری که دارد طول گناه است. میگوید که تمام من هلاک یافتم، من به جهنم میروم. که در همین وقت الله به ملائکه امر میکند که بطاقه‌اش را گذارید. بطاقه یک کارت بانکی که امروز هست، یک کوچک کارت، همین را میگذارند به میزان که یک کارت که به بالش لا اله الا الله نوشته شده است غلبه میکند به همه گناه‌هایش و این مرد را نجات میده. مرجئه میگن که این دلالت میکند که کسی که لا اله الا الله و شرک کفر کند هم جنت میرد. ما میگیم نامعقول کردید. امام بخاری میگن و دیگر علما میگن که این انسان موحد بود، این انسان اصل توحید رو داشت، اصل ایمان رو داشت، یعنی توحید داشت، ترک شرک کرده بود، کفر به طاغوت داشت و اما گناه‌های زیاد کرده بود. از همین جهت توحیدش رو نجات داد. بله، انسانی که گناهش کبیره زیاد است اما توحید دارد، البته که این چی میشد؟ بارک الله فیکم، توحیدش نجات میده. امام طبری میگن القول في المعاني التي ترك احقاق المعلومات من امور الدين وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك به وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب وما لا يعذر به ذلك فيه والآخر منها غير معذور بالخطأ فيه ومكفر بالجهل به جاهل. فتوحيد الله تعالى ببنت. فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسماء وصفاته وعدله. تفسير في معالم الدين صفحه 111. اما اون جایی که جهل عذر نیست، این در دین الله، این توحید الله است و در توحید اسماء و صفات است. بارک الله فیکم. این بود قسمی از شبهات مرجئه ها در باب بگویم حدیث، قسمی از شبهات مرجئه در باب حدیث. ما در باب بارک الله فیکم آیات ها صحبت کردیم، در بالا حدیث صحبت کردیم. حالا بیاید یک حدیث دیگری آمده است، حدیث حاتب ابن ابو بلتعه. حاتب ابن ابو بلتعه، ما در باره حاتب ابن ابو بلتعه آشکار و واضح بیان کردیم و در یکی از حلقه های گذشته به شبهات اونها جواب دادیم، به شبهات مرجئه های اصل. قصه حاتب ابن ابو بلتعه معروف است. مرجئه های زمانه قصه حاتب ابن ابو بلتعه را میگیرند و میگویند که حاتب ابن ابو بلتعه کفر اکبر را کردند اما جهل عذر شد و پیامبر او را به سبب جهل عذر بودن تکفیر نکرد. اهل سنت و جماعت میگویند
قصه حاتب بن ابو بلتعه ظاهر امرشون جهل، ظاهر امرشون کفر اکبر بود. ظاهر امر از همین جهت ابوبکر صدیق منافق گفتند، تکفیرش کردند. اما از سبب اینکه حاتب بن ابو بلتعه دل خود را، قصد خود را، درون قلب خود را به پیامبر ذکر کرد و بیان کرد، حقیقت خود را، که امروز این حادثه دیگر نمی شود. این خاص قصه خاص حاتب بن ابو بلتعه بود. پیامبر از قلب او به واسطه وحی با خبر شدند، تصدیق کردند قلبی حاتب بن ابو بلتعه را. و سبب دوم که از در جنگ اهل بدر اشتراک کرده بود، به دو سبب حاتب بن ابو بلتعه را گفتند که این حاتب بن ابو بلتعه کفر اکبر را انجام نداد، زیرا که قلبش چی است؟ قلبش پر از ایمان است. این عمل را ظاهرش کفر است اما قلبش صادق است و این از اهل بدر است. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر رضی الله عنه را نگفتند که حاتب را تکفیر نکن، نگفتند که حاتب را منافق نگو، نگفتند که حاتب را خائن نگو، زیرا که عمر سه لفظ را استفاده بردند: حاتب کافر شد، خائن شد، منافق شد. چهلی که لفظ در نزد ما آمده و ذکر کرد. اما بارک الله فیکم پیامبر این را انکار نکردند، خاموش ایستادند. ظاهر امر همین خیلی است. اسلام ظاهر را می‌نگرد. اما بعد از این که حاتب عذر خود را به پیامبر ذکر کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم عذرش را قبول کردند. اما این قصه خاص به حاتب است. این قصه خاص حاتب است. از همین جد عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگن، ما میگن نحکم بالظواهر. این به اجماع ثابت شده از سلف است، از قول عمر گرفته شده است، از قول همه صحابگان که نحن نحکم بالظواهر، ما حکم میکنیم به ظاهر انسان ها و والله یتولی السرائر، الله سریر و پنهانی انسان ها را میداند. یعنی این حکم دنیا که امروز ما زندگی میکنیم حکم داده میشود به ظاهر انسان. انسان اسلام را نشان داد، مسلمان است. کفر اکبر را نشان داد، کافر است. شرک اکبر را نشان داد، مشرک است. در این دنیا الله ما را امر کرده و مسئول ساخته که به ظاهر انسان ها معامله بکنیم، اما در روز آخرت الله معامله میکند به انسان ها به باطنی آنها. باطنی انسان ها را ما به الله میگذاریم. از همین جهت منافق هایی که درونشان کفر است، ما درون آنها را نمیدانیم، ظاهرشان که اسلام است، حکم به اسلام میکنه، معامله مثل معامله مسلمانان میکنه. روز قیامت دل او را الله بیرون میکند و به دلش حکم میکند. دلش کفر بود، کفر است. به ظاهر دنیا نه، به دلش حکم میکند. حکم اخروی به قلب است، حکم دنیوی به ظاهر است. معامله که ما میکنیم. بعد از این پیامبر حضرت عمر گفتند زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند ما مردم را قلبش را میدانستیم که صادق است یا کاذب است، وحی نازل میشد. اما وقتی که پیامبر وفات کردند دیگر ما به ظاهر انسان ها حکم میکنیم. هر کسی که اظهر لنا الخیر امناه، هر کسی که به ما خیر و خوبی نشان میدهد به او امن میدهیم، امانی میدهیم. اسلام را نشان دهد مسلمان است. هر کسی که به ما بدی نشان میدهد به او بد معامله میکنیم. هر کسی که شرک را نشان دهد مشرک میکنیم. پس قصه حاتب بینید مختصرا همین است. بارک الله فیکم. این قصه خاص است و با طریقای روایتش همش انا همین است. حضرت عمر خطاب کردند، عمر رضی الله عنه الله بخشد، در این باب مشرکی ها که منافق گفتن حضرت حاتب بن بلتعه و غیره، این سخنشان باطل است. اینجا میگذاریم به شبهه دیگری که از حدیث